سلام، خیلی مخلصیم. امروز 22 فروردین 404 11 آپریل 2025. امروز یکی از آهنگ‌های خاصی رو انتخاب کردم به نام ویکد گیم، بازی شیطانی، اثری از کریس آیزاک. بازی شیطانی یکی از آهنگ‌های عاشقانه پر سر و صدا بود در زمان خودش و آهنگ بی‌نظیریه و در بین تمام آثار کریس آیزاک قطعا این معروفترین و بهترین اثرش هست. ویکد گیم یا بازی شیطانی پنجمین ترک از سومین آلبوم کریس آیزاک به نام Heart Shaped World که در سال 1989 منتشر شد. شعر و آهنگ از خود کریس آیزاک و این ترانه بک‌گراندی داره، یعنی یک داستانی داره که در زندگی خودش اتفاق افتاده، یعنی چیزی که خودش گفته. بر اثر اون اتفاق این ترانه و این آهنگ رو میاد مینویسه و بهترین و خفن‌ترین اثرش ساخته میشه. خب بریم سراغ اسم آهنگ. اسمش یه حس مثبتی رو نداره و انگار یک پیامی رو از یک عشق ناکام داره به ما القا میکنه، یا یک نوع وسوسه، شهوت، اغواگری یا یک درد عمیق عاشقانه که خب یکی دیگه از مشهورترین این آهنگا آهنگ ادل هست دیگه، Rolling in the Deep، که اون هم یه آهنگ محبوبی بوده و هست. این آهنگ یه موزیک ویدیویی داره که در فیلمی از یکی از بزرگترین کارگردانان سینما که همین اخیراً هم فوت شد متاسفانه، آقای دیوید لینچ عزیز، در سال 1990 فیلم Wild at Heart این فیلم رو میسازه و در واقع این آهنگ 2 موزیک ویدیو داره که یکیش برای همین فیلمه و یه جورایی باید اینو اعتراف کرد که کریس آیزاک با کمک دیوید لینچ و این فیلم یک شهرت جهانی پیدا کرد، اگرچه خود موزیک بسیار موزیک عمیق و موزیک منحصر به فردیه در نوع خودش، ولی به هر حال دیوید لینچ و فیلمش بی تأثیر نبودن. خوش به حالش دیگه. ببین فکر کن تو سن 32 سالگی همچین موفقیتی به دست بیاری. خیلی چیز خفنی، خیلی. خدایا یکی از این شانس‌ها به ما هم بده. آره. که از اینجا بود که کریس آیزاک تبدیل میشه به یکی از موزیسین‌های معاصر راک و بلوز. به طور کلی حال و هوای این آهنگ دارکه، تاریکه، تلخه ولی عاشقانه هم هست. محتوای آهنگ درباره یک عشق نابودگره، یه جور وسوسه و رابطه‌ای که نمیشه به طور کامل بر مبنای رابطه جنسی دونست و نمیشه به طور کامل بر مبنای عشق و اون دوست داشتن قلبی دونست. در همون مصرع اول میگه World was on fire and nobody could save me but you. World was on fire and no one could save me but you. که میگه جهان در تلاطم بود، جهان در سوختن بود و هیچ کسی جز تو نمیتونست منو نجات بده. خب اینجا حرف بزرگیه، یعنی اون عشق دقیقاً یک چیزیه بین شهوت، بین نابودی و انگار صحبت از رابطه‌ایه که به سرانجام نرسیده و با تلخی به کار خودش پایان داده و شروع موزیک و شروع ترانه انگاری با پایان یک عشق ناکامه و خصوصاً اون جمله آخر که میگه هیچ کسی به طور واقعی کسی رو دوست نداره. خب این یه تیکه رو آخر ویدیو بیشتر راجبش صحبت میکنیم چون من یه خورده حرف دارم راجبش، ولی این جمله به طور کلی که اتمام ترانه و اتمام موزیک هست دیگه ناامیدی مطلق رو داره میرسونه و اون حس بی‌اعتمادی رو در رابطه میخواد بیان بکنه. شاید بستگی به تجربیات آدمو داره و تا اونجایی هم که میدونم خود کریس آیزاک هم عذاب مونده دیگه، یعنی هیچ وقت یک رابطه عاشقانه طولانی مدت رو تجربه نکرده و اگرچه زمانی که این آهنگ رو خونده بود فکر کنم 32 سالش بود و هنوز جا داشت برای ازدواج. الان که دیگه نمیدونم، فکر کنم 60 سالش هست، دقیقا نمیدونم. خود ترانه یک بندهایی داره که یه جاهایی میگه تو اون الهه دوست داشتنی منی، تو اون شخص رویایی منی که حتی توی رویاها هم بهش فکر نمی‌کردم و فکر نمی‌کردم اصلا به دستش بیارم. و یه جای دیگه هم میگه که اصلا کاش عاشقت نمی‌شدم، don't wanna fall in love with you. اونجایی که با تأکید، یعنی پروداکشن، مخصوصا اون تیکه‌ای که میگه with you یعنی با تو، میگه اصلا کاش به دام این عشق نمی‌افتادم.
و اینجا صحبت از یک رابطه داستان داره. یعنی ما با یک موزیک سطحی طرف نیستیم که همینطوری بیاد بگه عاشقتم، دوستت دارم، فلان بهمان. یعنی جمله های حال به هم زنی که تو ترانه های پاپ خیلی شنیدیم متاسفانه و اصلا ارزش کلمات نابود شده. ولی اینجا قضیه فرق داره. خدا رو شکر اون حرمت ترانه حفظ شده و ما یک لولی رو داریم میبینیم با اینکه تم آهنگ دارکه، تلخه، ولی اون زیبایی خودش رو داره. اون حفظ حرمت رو برای هم موسیقی، هم برای ترانه، هم برای خواننده و هم برای مخاطب به ارمغان میاره، میسازه. متن ترانه این آهنگ رو توی دیسکریپشن هم میذارم و از اونجا میتونید ببینید. خب بک‌گراند این آهنگ، یه روزی با یک دختری وارد یک رابطه‌ای میشه و اون دختر ازش یه درخواستی میکنه. بعد تو یک فاصله‌ای که این دوتا همدیگه رو ملاقات بکنن، کریس آیزاک به صورت بداهه خودش رو میذاره جای اون دختر و رابطه‌ای که بین خودش و اون دختر هست در واقع ترانه رو جوری مینویسه که از سمت اون دختره هست و توی موزیک خودش رو در جایگاه معشوق نمیذاره و خودش رو در لول عاشق پایین میاره. اینجاست که این کار رو دوچندان زیباتر کرده، در صورتی که در تجربه شخصی خودش یه جورایی معشوق بوده، خودش عاشق نبوده و حالا اونجور که خودش گفته یکی از طرفداراش بوده. یعنی کریس آیزاک اون موقع یه آرتیست معروف در آمریکا بود و یکی از طرفداراش حالا بهش زنگ میزنه، ابراز علاقه بهش میکنه، کریس آیزاک هم قبول میکنه. جزئیاتش رو کاری ندارم ولی داستانش از سرچ کنید میتونید برید ببینید اگر براتون مهمه. به هر حال این قصه میشه نقطه شروع کلید خوردن این ترانه و این آهنگ توسط خود کریس آیزاک با تجربه شخصیش. خب بریم سراغ پروداکشن این آهنگ. ملودی این آهنگ یه ملودی ساده ولی عمیق، کمی غمگین و تاثیرگذاره. موسیقی که در عین سادگی بتونه واقعا تاثیرگذار باشه، یعنی اون موزیک کار خودشو کرده و همه چیز به درستی انجام شده و این میشه ارزش هنری. کلا از همون اول اون تم دارکه، اون تم غمگینه رو با صدای گیتار در اینتروی موزیک ما میشنویم و در بک‌گراند موزیک یک درام آروم رو داریم میشنویم، یه درام خیلی سافت که انگاری یه حس نوستالژیک رو میخواد القا بکنه، در عین حال یک حس عاشقونه، یعنی هر دوتاش با هم. و صدای گرم و اون صدای پر احساس کریس آیزاک که خواننده بسیار قدرتمندی هم هست کمک زیادی به ساخت فضا میکنه. در واقع آهنگ به صورت کامل یه پکیج دیگه، یعنی به قول معروف همه چیزش در اومده. ورس اول، بعدش ورس دوم میاد که آهنگ به اوجش میره که ای کاشکی اوجش 2 بار تکرار شه و بعد این آهنگ 3 ورس داره. ورس سوم همون ورس اوله که تکرار میشه، ولی من دوست داشتم اون ورس دوم یه بار دیگه، مخصوصا اونجایی که میگه Let me dream of you، واقعا معرکه است. دوست داشتم تکرار بشه. به هر حال این سلیقه آهنگساز و تنظیم کننده است دیگه. خب بریم سراغ موزیک ویدیو. خب همونطور که گفتم خدمتتون این آهنگ 2 تا موزیک ویدیو داره. یکیش که مال فیلم آقای دیوید لینچه و دیگری که مال خود کریس آیزاکه با حضور یه سوپر مدل دانمارکی خانم هلنا کریستنسن. اسمش اگه درست گفته باشم، بله، چون خودم این خانم نمیشناختم. و فضاش هم توی ساحل کنار دریا یه فضای عاشقانه و شهوت انگیز و 2 نفره‌ای رو شکل میدن که اون حس عشق و شهوته توأم با هم رو میرسونه و خیلی خوبه و اکت های هر دوشون هم واقعا خوبه، من دوست داشتم. ولی خب سیاه و سفیده، نمیدونم کاش حداقل به صورت کامل سیاه و سفید نمی بود. ولی خب اینی که گفتم سلیقه‌ایه، اینم ایراد کار نیست و با این وجود هر دو موزیک ویدیو خوبن. اما نکته آخر یه اوتروی داره این آهنگ در حد یه جمله که میگه Nobody loves no one. من به نظرم اضافی بوده، نمیدونم، نظر منه، همه نظر محتوایی خیلی بیرحمانه است این که میگه هیچ کسی رو دوست نداره. درسته اون شخص از جایگاه خودش داره میگه، ولی یک تناقضی هم داره به وجود میاد دیگه که اولش داره میگه من انقدر عاشق بودم
از اون طرف تو عشق خودت هم داری به زیر سوال میبری. حالا شاید از یک طرف منظورش یک گله‌مندی عاشقانه از معشوقه که در واقع خودش اون شخص مقابلش رو دوست داشته ولی بهش نرسیده، یا قسمت نبوده، یا چه میدونم زمین و زمان نذاشته، یا اینکه اون معشوق بی‌محلی کرده و رفته و شاید این یک طعنه‌ایه به اون شخص. به هر حال من دوست نداشتم. خب یه سری به افتخارات این آهنگ بزنیم. یه مجله هنری هست که توی انگلیس و کل بریتانیا منتشر میشه، راجع به آثار هنری صحبت میکنه. از این آهنگ به عنوان تاثیرگذارترین یا یکی از تاثیرگذارترین آهنگ‌های عاشقانه مدرن در تاریخ یاد کرده و یک کتاب معروفی هم هست به نام 1001 آهنگی که قبل از مرگ باید حتما بشنوید و این آهنگ هم بین اون 1001 آهنگ هست. موزیک ویدیوش هم توی مجله رولینگ استونز 2 تا عنوان کسب کرده: رتبه 73 از 100 موزیک ویدیوی برتر و رتبه اول رو از بین 30 تا از سکسی ترین موزیک ویدیوهای برتر کسب کرده. خب جمع‌بندی، این ترانه یه ترانه عاشقونه، تلخ، تقابلی بین شهوت و عشق که زیباست، تاثیرگذاره و از اون آهنگایی که تاریخ انقضا نداره و جذابه، میشه همیشه شنید و ازش لذت برد. بشنوید، کیف کنید، حالشو برید. کاورهای دیگه‌ش هم من هیچ کدومش رو دوست نداشتم. خیلی ممنون که با من بودین، خیلی مخلصیم. لایک و شیر و کامنت و سابسکرایب و این معرفی به دوستان و این چیزا رو انجام بدید. من دوست ندارم تو هر ویدیو کال تو اکشن بکنم بگم دیگه. منت میذارید خیلی خوشحال میشم دیگه. آره مرسی. با من همراه باشید، راجع به موسیقی، راجع به هنر صحبت میکنیم و راجع به آهنگ ها. خیلی مخلصیم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.